کاشی یک کروش پولم نمی داشتی پدر. حق با تو است. ما به خاطر همه چیز از تو معذرت میخوایم. آی باور کردن نمیتونم. بسیار یک محترم مقبول است. بسیار زیاد تشکر. تو چقدر یک انسان پست هستی ها؟ کشتن انسان قدر آسان است. ادیبا دهان مادر کلان من نیست. از او میراثم حق دارم. ما پوله که حق مست میخوایم. همه قدر. ما برات پدر گفتم. وقتی که تو را پدر میگفتم واقعا قلبم راحت میشد. پدرم هیچ وقت مرا دوست نداشت. من هیچ محبت او را نفهمیدم. از او خاطر من کوشش کردم که تو را دوست داشته باشم. واقعا کوشش کردم که تو را دوست داشته باشم. اما تمام نقشه هایی را که ما انجام دادیم همگیش دروغ بود. من دختر تو نیستم آقا محمد امیر. ما دین پدر بودن خود ادا کردیم دخترم. من همه چیز خود دادم. هیچ چیز نماند. امی که تو را دارم دیگه هیچ چیزی برای مهم نیست. اگه ثروتم 10 برابرم شوه کلش به خاطر تو فدا میکنم. تو هم یک آدم کلان هستی. من در زندگیم این رقم یک شخص ندیدیم. یعنی به خاطر من از تمام ثروتت منصرف شدی. هیچ کس به خاطر من این رقم یک کار نمی کنه. تو بسیار خوب هستی پدر. ای چی حال است؟ چطور تو را به اینجا آوردن؟ یک آدم بیگناه و معصومه چرا به زندان میره؟ پدر این چه قسم عدالت است؟ تو حالا به این گپا فکر نکن. تازه صحتمند شدی. دلایلی که دست داریم بر علیه ما ساقردا به خاطر نجات دادنشان به یک معجزه نیاز داریم. خواهر یک دقیقه صبر کن. خوب شد که آمدی فرید. دستای من باز کن. درست است خواهم تحمل کن. کی تو را به این وضعیت رسانده خواهر؟ هیچ. دستای من باز کن. ساعت چند است؟ فرید جانم تو پول داری؟ بله دارم. اما قدر برات کافی است؟ بله بس است جانم. درست است. بعدم برات پس بدم.